بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حديث سيوم عن عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. از عبدالرحمن عبدالله پسری عمر ابن الخطاب الله تعالی ازشان راضی باد گفت: شنیدم رسول الله علیه السلام را که می گفت بنا کرده شده است اسلام بر 5 چیز. یکم شهادتی دادن بر اینکه نیست معبود لایق عبادت و پرستش به جز الله جل جلاله و شهادتی گواه میدهم بر اینکه محمد رسول الله است علیه السلام و بر پای داشتن نماز و دادن زکات و حج خانه خداوند بیت الله و روزه ماه شریف رمضان. این ابو عبدالرحمن گفتیم کنیش است، عبدالله نامش پسری عمر رضی الله عنهما. درباره 5 چیز صحبت میکند. یکم گفتند که بنا کرده شده است خانه اسلام بر 5 ستون. وقتی که ما میگیم بنا شده است یا بنا کرده شده است اسلام بر 5 چیز، یعنی خانه اسلام بر 5 ستون بنا کرده شده است. مثل که ما یک خانه را در بالای 4 ستون حداقل بنا میکنیم، خانه اسلام هم خانه معنوی در 5 ستون بنا کرده شده است که اگر یکی از این ستون ها نباشد خانه اسلام ما پره نیست، به معنی که اسلام ما پره نیست. یکم گفتن شهادتی دادن، گواهی دادن بر اینکه نیست معبود لایق عبادت و پرستش به جز الله جل جلاله. این معناش چی است دوستان؟ معناش است که وقتی که ما بنده الله میگیم، وقتی که به زبانمون شهادتی میدیم، باید به دلمون هم باید تصدیق کنیم. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. وقتی که به زبان اقرار میکنیم، به قلب ما باید یگان ذره شک و شبهه نداشته باشیم که الله جل جلاله یگانه است و الله جل جلاله لایق پرستش عبادت است. اینا باید به قلبمون تصدیق کنیم و به جوارح، به اعضاهامون هم باید چی کنیم؟ عمل بکنیم. به این با یک زبان خالی گفتن نمیشه. برای همین شهادتی دادن تنها به زبان نیست و به قلب هم انسان باید این تصدیق کند، اقرار کند و به جوارح و اعضاهاشون عمل کند. و ان محمد رسول الله و گواهی میدهم به اینکه محمد صلی الله علیه وسلم فرستاده الله است و اون امرهایی که پیامبر علیه السلام به ما شما چی از آیات های قرآن رساند و چی از سنت های خودش، سنت های قولی، فعلی و سنت های تقریری که در اون هیچ ضدیتی نکرد، اونم به جا آوردن. هر چیزی که از پیامبر علیه السلام ما شما شنیدیم در آیات های قرآن زیاد است. فرمایند که قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، قل اطیعوا الله و الرسول، من يطع الرسول فقد اطاع الله، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم تا آخر آیات. یعنی که بگو الله را اطاعت کنید و پیامبر اطاعت کنید. پیامبر علیه السلام در قرآن آیاتی که خوندیم گذشت میگه که کسی که پیامبر اطاعت کنه پس به تحقیق الله اطاعت کرده است. این یکمش بود. و اقام الصلاه و برپای داشتن نماز. برپای داشتن نماز به چی میشه برادران؟ در سوره مؤمنون اولی آیتی که در سوره مؤمنون میگه استعذ بالله قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. به تحقیق نجات یافتند، پیروز شدند، رستگار شدند. مؤمن ها کدام مؤمن ها؟ همون مؤمن هایی که در نمازشان خشوع دارند. خشوع چی است؟ خشوع حضور قلب است. وقتی که در نماز مثل فکر و یاد و همه یاد و هوشمون به نماز باشه، به سوی الله باشه. وقتی که تکبیر تحریمه دستار الله اکبر گفته میبندیم، تکبیر تحریمه را دستار میبندیم،
یعنی هر چیزی که از امور دنیا است، از خوردن، نوشیدن، بازی کردن، کار دنیا را انجام دادن در داخل نماز حرام است و ما باید در نماز خشوع قلب داشته باشیم، حضور قلب داشته باشیم و در مقابل الله معنی خشوع که با یعنی سرخمی به یک حالت بیچارگی و شکستگی انسان باید بیسته. و در دوام این آیت چند صنف دیگر را ذکر میکند که اون در موضوع خودش انشاءالله صحبت میکنیم الله خواسته باشه در آینده. و در آخرین آیتی که از همون جمله نجات یافتگان و رستگار شدگان هست این آیت هست که والذین هم علی صلواتهم یحافظون، و نجات یافتن به تحقیق رستگار شدن همون مؤمنایی که نمازشان محافظت میکنن. محافظت کردن نماز چی است؟ همون است که انسان وقتی که نمازش میرسه در وقت نماز خدا ادا میکنه، یعنی که قضا نمیکنه نماز خدا در وقت خودش شرط های نماز، فرض ها و واجبات نماز که هست همشه کوشش میکنه که به قدر استطاعت توان انجام بده. اون میشه والذین هم علی صلواتهم یحافظون. در آخر آیه الله جل جلاله میگه اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. اونها ان میراث برای جنت که جنت الفردوس میراث میبرن. به همین خاطر این نماز یکی از ستونهای اساسی اسلام است که یکی از رکنها گفتیم از اسلام رکنهای اساسی است. انسان باید نماز خود قضا نکنه که در هر یک نماز چقدر فضیلت و ثواب زیادی است اگر انسان در وقت خودش. پیامبر علیه السلام در حدیث فرمودند که دوست داشتنی عمل در نزد الله این است که نماز انسان در وقت خودش ادا بکنه. ابراهیم علیه السلام هم در قرآن آیتی هست که رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، پروردگار مرا بر پایدارنده نماز گردان. نماز درست است که میخوانیم یک تاش بر وقت، یک تاش دیر، یک تاش قضا میکنیم، یک تاش تماما نمیخوانیم. این اقامت صلاح یعنی بر پای داشتن نماز نمیشه. ابراهیم علیه السلام دعا کردن که پروردگار مرا بر پایدارنده نماز و از ذریت من میان بر پایدارنده نماز قرار ده. و دیگر آیت قرآن هم هست که اسماعیل علیه السلام است که و کان یأمر اهله بالصلاة و زکات، اهلش بر نماز و دادن زکات امر میکرد. خلاصه نماز بر پای داشتنش این یکی از رکنهای اساسی اسلام است. و ایتاء الزکات و دادن زکات مال این هم یکی از رکنها، یکی از ستونهای اساسی اسلام است که انسانی که وقتی که صاحب زکات شد، وقتی که مالش به نصاب زکات رسید، اگر یک سال اگر از اون گذشت باید زکات مال خدا به مستحقاش، یعنی کسی که حق گرفتن اون زکاتی این بنده خدا را دارند باید بتیاد به اونها. زیرا که کسی که زکات مالش نمیتیاد در قیامت حدیث هم هست که برای اون یک مار میشه و در گرد اون گردن اون بنده میپیچه و میگه من هستم همون مال تو کنز خزینه که جمع کردی. و آیت قرآن هم وعید بسیار سخت است که والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. و اونهایی که خزینه میکنن، جمع میکنن طلا و نقره را در این داخل این هر مال که هست داخل میشه، مانند پول است، دلار است، یورو است، هر چیزی که هست، و اونها را در راه الله انفاق نمیکنن، یعنی زکات اونا نمیبرن، نمیتین. الله میگه اونها را خبر ده به عذابی دردناک که هر یک از اون طلا، نقره، هر مالی که جمع میکنه، هر پولی که هست زکات اونا نمیتید. روز قیامت هر یک اون مانند یک قطعه میشه از آهن که اونا گرم کرده میشه، در پیشانیش، در پهلوش، در پشتش چسبانده میشه یک یک. گفته میشه فذوقوا ما کنتم تکنزون. پس بچشید عاقبت اون چیزی که شما در دنیا جمع کردین. به خاطر چی؟ به خاطر مفسران میگن به خاطر وقتی که یک انسانی سائل، یک انسانی محتاج از پیش روش میومد، یک طرف میگردون، از این طرف میومد، از اون طرف میومد، یعنی نمیداد همون حق اون مقصد مستحقا را. یتیم است، مسکین است، بیچاره است، هر کسی که باشه. الله پناه دهد.
و دیگر حج البیت، زیارت خانه خداوند که در عمر یک بار است. هر جوان و پیری که قدرت و توانایی دارد از سن بلوغ وقتی که به بلاغت رسید انسان کوشش کند در جوانی برود، برای اون بهتر است. اگر که در جوانی نرفت و در ایام پیری هم قدرت و قوت داره، مال داره، کوشش کنه یک بار خانه خدا طواف کند، زیرا که پیامبر علیه السلام گفتند من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند کسی که خانه خدا را بیت الله زیارت کند در اونجا یگام سخنی بد نگه به یگام کس زیان نرسانه، کارهای بد انجام نتیه، غیبت نکنه، آزار نتیه، حقارت و دشنام نکند، از اونچه که بازگشت مثل که از مادر تازه تولد شده باشد. و صوم رمضان پنجمش روزه ماه شریف رمضان که در یک سال یک بار میاد، یک ماه است. اینم به خاطر بخشیده شدن گناه، اینم برای بنده یک امتحان است که الله ما و شما را امتحان میکند که کدام از ما و شما یعنی دوست داریم که امر الله به جا بیاریم، اطاعت کنیم. و این برای سلامتی ما و شما و برای بخشیده شدن گناه ما و شما که برای رمضان فضیلت های زیاد هست، که یکی از بزرگترین فضیلتش این است که انسان اگر روزه ماه رمضان با ایمان اخلاص روزه بگیرد، حدیث هم زیاد است در این باره که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که روزه ماه شریف رمضان روزه بدارد گناهاش بخشیده میشه. البته گناههای صغیره است و گناههای کبیره میدونیم و شما شاید چند بارها گوش کردیم که شرطهای خودش جداگانه است که حق یگان بنده باشه. یگان گناههای کبیره که مانند عرق نوشیدن و مانند قتل غیر حق یعنی ناحق خون ریزاندن و حق مردم خوردن به هر راه حرام که هست، اینها شرطهای خودش دارد که انسان باید از اون گناه خودش توان کنده بکند و دیگر اینکه از اون پشیمان باشد و دیگر اینکه کوشش کند به طرف اون گناه باز نگردد. اگر از حق آدمی باشد چنانه که گفتیم حق کسی را به ظلم خورده باشه باید برگرداند تا اینکه گناه کبیرش بخشیده شود. و دیگر گناه های معده که هست در روزه گرفتن ماه شریف رمضان بخشیده میشه. و یکی از گویم که فضیلت های، یکی از دستاوردهای بزرگی که انسان در روز قیامت از داشتن روزه رمضان الله عطاش میکنه این است که از در ریان گفتنی در جنت خاص برای روزدارای ماه شریف رمضان است. الله اون از اون در داخل جنت میگردانه. الله متعال ما و شما را از انجام دهنده این 5 رکن اساسی اسلام خالص به خاطر رضای خودش انجام دادن نصیب روزی گردانده باشه. و برنامه آینده در امان الله باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.